بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر خدا می فرماید: الا ادلکم على ما ننجیکم من عدوکم و یدر لكم ارزاقکم تدعون الله في لیلکم و نهارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. پیغمبر خدا میگوید: آیا شما را ای امت اسلام خبر دهم به یک عملی که وقتی که شما این عمل را انجام میدهید شما بالای دشمنهای خود ظفر مییابید و دشمنهای شما در برابر این عمل شما مغلوب میگردند. آیا خبر دهم شما را ای امت اسلام با یک عملی که این عمل را وقت شما انجام میدهید یدر لکم ارزاقکم، خداوند شما را بای میگرداند، با دولت میگرداند، رزق و روزی شما را با سبب این عمل خداوند بلند میبردارد. البته پیغمبر خدا غمخوار امت بودند، دوستدار امت بودند و میخواستند که از تمام آن عملهایی که به سبب آن ما و شما بالای دشمنها غلبه کنیم و امت اسلام بای و بدولت شود، راههای آن عملها را برای ما و شما نشان میدادند. پرسیدند پیغمبر خدا کدام عمل است که به سبب او ما بالای دشمن ظفر میکنیم، دشمن در برابر ما شکست میخورد؟ کدام عمل است که ما با سبب کردن او به دولت میگردیم؟ پیغمبر خدا گفتند: تدعون الله فی لیلکم و نهارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. گفتند اون عمل این است که شما دستهاتان بردارین، چی شب باشد چی روز باشد، و از خدای خود دعا طلب کنید، زیرا که دعا این یراق مؤمن است. البته دعا این یراق مسلمان است. ما و شما با واسطه دعا با تمام آن مقصد و آن مرام که در دل داریم اگر از صدق دعا کنیم میرسیم. زیرا حدیث ترمذی هست که پیغمبر خدا گفتند: ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا. پیغمبر گفتند وقتی شما دعا میکنین چنان تصور کنین که دعاهای شما دانه به دانه در نزد خداوند مقبول میگردد و همه دعای شما را خدای مبارک میشنود. کشد مور در زیر زمین آه، حضرت مولوی میگوید کشد مور در زیر زمین آه، ز حال مورک خود هست آگاه. اگر یک مورچه در زیر زمین اگر آه کشد، اگر به سوی خدا دعا کند که پروردگارا به داد من برس، خداوند میگوید از حال مورچه من درکدار هستم. بنالد گر سمک در زیر دریا، بگیرد دستگیرش قدرتی ما. اگر یک ماهی در زیر دریا اگر بیمار شود یا یک مشکلات بالای او بیاید به سوی خدا دعا کند، خدا میگوید من دعای همون ماهی را میشنوم. این چنین خدای داریم. از این خاطر همگی ما و شما در این روزی پرفیض پراجر، در روزی که دعای بنده مؤمن در نزد خداوند قبول میگردد، دست میبرداریم و دعا میکنیم: پروردگارا از درگاه تو طلب داریم که دین اسلام را بالای همه دینها
دینهای منسوخ و دینهای باطله خدایا ظفر نصیب بگردان. و خدای مهربان مسلمانهای مستضعفی در مصیبت آلوده را خدایا از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدای مهربان تمام آن نقشه هایی که برای نابود کردن دین اسلام است، برای نابود کردن فرد مسلمان است، خدایا این نقشه ها را برباد بده. و خدای مهربان عدد مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و محبت قرآن، محبت خودت را، محبت محمد را در دل ما بندگان جایگیر بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این جمعیت ما هستند، از این تاجیکستان ما هستند، خدایا با مرادهای حاصل شده بر خاندان پس بگردان. و این رهبریتی که بالای سر ما رهبری دارند، چه از رئیس جمهور چه از رئیس شهرمان، خدایا توفیقشان رفیق بگردان. و هر یک آرزوهای نیک برای آبادانی تاجیکستان داشته باشند، خدایا عملیش بگردان. و ایشان را خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین ما و شما صحبتی داشتیم در باب حقوقهای زنها بالای شوهرها، چه حقوقها داشتند. اگرچند که یعنی این دو جمعه هم مختصراً از باب حقوق زنها بیان شد، البته ما باز یعنی اونقدر دانش پیدا میکنیم که باز دو جمعه دیگر در باب حقوق زنها بهر شما صحبت کنیم. لیکن فکر میکنم که همان دو مصرع محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانشمند، برای آدم با عقل و با تمیز و با فراست یک نکته بس است، یک اشاره بس است. حالا که ما 2 ساعت در باب حقوق زنها با شما صحبت ها داشتیم، خوش به حال همون مردهایی که سخن پیغمبرشون اجرا میکنن، سخن خداوند اجرا میکنن، خوش به حالشون. و فراموش نکنیم بزرگی زنها باز در اون است که اولین نفری که در دین اسلام داخل شده است این زن است، حضرت خدیجه است. اولین نفر مسلمان در اسلام این مرد نیست بلکه زن است، حضرت خدیجه زوجه پیغمبر خدا. و فراموش نکنین که اولین زنی که در اسلام، اولین نفری که در اسلام شهید شده است اینم زن است، مادری عماره بود، زن حضرت یاسر بود، حضرت سمیه نام داشت که از دست ابو جهل کشته شد. اولین شهید راه اسلام اینم زن بود. و دیگر بزرگیش همین است که این توده مردمی که همه شما نشستین، همه شما از مادر به دنیا آمدین. مادرها بودن که ما و شما به دنیا آمدیم، اونها سبب شدند. از این خاطر کسانی که مادر دارند، کسانی که صاحب زن هستند، صاحب اپه و خواهر هستند، از روی این گفته های پیغمبر و خداوند باید که به احترام زنها برسند، زنها را احترام کنند، زنها را نوازش کنند، زنها را دوستداری کنند. زیرا نه آنقدر حیاتی داره ما و شما که یک قسمت ای را به جنگ و جنجال سپری کنیم، هیچ ارزش ندارد. اینها دینهای منسوخ و دینهای باطله خدایا ظفر نصیب بگردان. و خدای مهربان مسلمانهای مستضعفی در مصیبت آلوده را خدایا از غم و اندوه خلاص بگردان. و خدای مهربان تمام آن نقشه هایی که
برای نابود کردن دین اسلام است، برای نابود کردن فرد مسلمان است. خدایا این نقشه ها را برباد بده و خدای مهربان عدد مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و محبت قرآن، محبت خودت را، محبت محمد را در دل ما بندگان جایگیر بگردان و خدایا گذشتگان این قوم جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این جمعیت ما هستند، از این تاجیکستان ما هستند، خدایا با مرادهای حاصل شده بر خاندان پس بگردان و این رهبریتی که بالای سر ما رهبری دارند، چه از رئیس جمهور چه از رئیس شهرمان، خدایا توفیقشان رفیق بگردان و هر یک آرزوهای نیک برای آبادانی تاجیکستان داشته باشند، خدایا عملیش بگردان و ایشان را خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین ما و شما صحبتی داشتیم در باب حقوقهای زنها بالای شوهرها، چه حقوقها داشتند. اگرچند که یعنی این دو جمعه هم مختصراً از باب حقوق زنها بیان شد، البته ما باز یعنی اونقدر دانش پیدا میکنیم که باز دو جمعه دیگر در باب حقوق زنها بهر شما صحبت کنیم. لیکن فکر میکنم که همان دو مصرع محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانشمند، برای آدم با عقل و با تمیز و با فراست یک نکته بس است، یک اشاره بس است. حالا که ما 2 ساعت در باب حقوق زنها با شما صحبت ها داشتیم، خوش به حال همون مردهایی که سخن پیغمبرشون اجرا میکنن، سخن خداوند اجرا میکنن، خوش به حالشون. و فراموش نکنیم بزرگی زنها باز در اون است که اولین نفری که در دین اسلام داخل شده است این زن است، حضرت خدیجه است. اولین نفر مسلمان در اسلام این مرد نیست بلکه زن است، حضرت خدیجه زوجه پیغمبر خدا. و فراموش نکنین که اولین زنی که در اسلام، اولین نفری که در اسلام شهید شده است اینم زن است، مادری عماره بود، زن حضرت یاسر بود، حضرت سمیه نام داشت که از دست ابو جهل کشته شد. اولین شهید راه اسلام اینم زن بود. و دیگر بزرگیش همین است که این توده مردمی که همه شما نشستین، همه شما از مادر به دنیا آمدین. مادرها بودن که ما و شما به دنیا آمدیم، اونها سبب شدند. از این خاطر کسانی که مادر دارند، کسانی که صاحب زن هستند، صاحب اپا و خواهر هستند، از روی این گفته های پیغمبر و خداوند باید که به احترام زنها برسند، زنها را احترام کنند، زنها را نوازش کنند، زنها را دوستداری کنند. زیرا نه آنقدر حیات داره ما و شما که یک قسمت ای را به جنگ و جنجال سپری کنیم، هیچ ارزش ندارد. فکر میکنم که همان دو مصرع محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانشمند، برای آدم با عقل و با تمیز و با فراست یک نکته بس است، یک اشاره بس است. حالا که ما 2 ساعت در باب حقوق زنها با شما صحبت ها داشتیم، خوش به حال همون مردهایی که سخن پیغمبرشون اجرا میکنن، سخن خداوند اجرا میکنن، خوش به حالشون. و فراموش نکنیم بزرگی زنها باز در اون است که اولین نفری که در دین اسلام داخل شده است این زن است، حضرت خدیجه است.
اولین نفر مسلمان در اسلام این مرد نیست بلکه زن است، حضرت خدیجه زوجه پیغمبر خدا. و فراموش نکنید که اولین زنی که در اسلام، اولین نفری که در اسلام شهید شده است اینم زن است، مادری عماره بود، زن حضرت یاسر بود، حضرت سمیه نام داشت که از دست ابو جهل کشته شد. اولین شهید راه اسلام اینم زن بود. و دیگر بزرگیش همین است که این توده مردمی که همه شما نشستین، همه شما از مادر به دنیا آمدین. مادرها بودن که ما و شما به دنیا آمدیم، اونها سبب شدند. از این خاطر کسانی که مادر دارند، کسانی که صاحب زن هستند، صاحب اپه و خواهر هستند، از روی این گفته های پیغمبر و خداوند باید